سلام، امیدوارم خوب باشین. اسم من یاسمینه و این سومین ویدیو از کتاب عشق کافی نیسته. اسم این بخش هست در جانبداری از متوسط بودن. اومده گفته که زندگی معامله است. همه ما با استعدادهای مختلفی طبیعتاً دنیا میایم. یکی استعداد ورزشی داره، یکی استعداد تحصیلی بالایی داره و واقعیتش اینه که هممون با تمام این تفاوت‌ها توی چیزی مشترکیم و اونم اینه که هممون تو اکثر چیزها متوسطیم. دلیلش هم اینه که برای اینکه تو چیزی خیلی بخوایم خوب باشیم باید زمان زیادی براش بذاریم و نمیتونیم. زمانمون محدوده، عمرمون محدوده، مسئولیت هایی داریم هر کدوممون که باعث میشه هممون در اکثر چیزها متوسط باشیم. این نمودار زنگوله‌ای. اومده گفته که وقتی ما انتظار خارق العاده بودن از خودمون داریم یا بدتر از اون فکر میکنیم سزاوار خارق العادگی هستیم، یه سری مشکل به وجود میاد. تا این حد که میگیم خب اگه من قرار خارق العاده نباشم اصلا برای چی زندگی کنم؟ اصلا هدف من از زندگی چیه؟ واقعیتش اینه که این سیل عظیم اطلاعاتی که دور و بر ماست به زور تو سرمون کرده که استثنایی بودن هنجاره و وقتی نمیتونیم استثنایی باشیم کارهای عجیب غریبی میکنیم که فکر کنیم استثنایی هستیم. گفته تازگی‌ها متوسط بودن تبدیل شده به معیاری برای شکست. واقعیتش اینه که حتی اگر کسی تو چیزی خارق العاده هم باشه طولانی مدت توش خارق العاده نمیمونه. اگه بخوایم باهوشتر و موفقتر و محبوبتر از همه باشیم همیشه داریم شکست میخوریم. بلیط رسیدن به سلامت عاطفی مانند سلامت جسمی از خوردن سبزیجات به دست میاد. یعنی با پذیرش حقایق بیمزه و معمولی زندگی. سالاد سبکی رو در نظر بگیرید، حاوی شما در مجموع واقعا متوسط هستید و مقداری کلم بخار پس شده از بخش بزرگ زندگیتون هم متوسط خواهد بود. این در ابتدا مزه ناخوشایندی داره و از خوردنش اجتناب می‌کنیم، ولی وقتی بخوریمش جسممون با قدرت و سرزندگی بیشتری از خواب بیدار میشه و اون فشار دائمی که همیشه چیزی شگفت‌انگیز باشید که موفقیت بعدی از آن شماست از دوشتون برداشته میشه. اضطراب و استرس ناشی از کافی نبودن از بین میره و پذیرش موجودیت معمولی خودمون شروع میشه.